بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی بار دیگر با همراهی شمایان این موضوعات خیلی مهم دینی را، اینم توفیق الله سبحانه و تعالی است که برای ما توفیق داد و فرصت داد که با شما این درس را بگیریم و توفیق تنها از جانب الله سبحانه و تعالی است. در اینجا مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که المرتبه الثانیه، مرتبه دوم، اگر در کسی صدانز اثر درآید، مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا میفرماید از مراتب دوم دین را که این ایمان است و این مسائل ایمان خیلی مسائل مهم حیات انسان است. میفرماید المرتبه الثانیه، مرتبه دوم از مراتب دین. من مراتب دین مرتبه الثانیه، از مرتبه هایی که از مرتبه های اسلام در باز مقامش بالاتر است، این مرتبه ایمان است. و ایمان باشد در زبان عرب میفرماید که یطلق و یراد به التصدیق، اطلاق می شود، گفته می شود و مراد از ایمان در این تصدیق کردن است، تصدیق جازم، تصدیق قوی. پس مرتبه اولی که ما درس گذشته با همراهی شما گرفتیم، این مرتبه اسلام بود و اسلام یک درآمدگاه است به بنای خانه، که خانه به درآمدگاه نیست، همین گونه است، خانه به در نیست. پس اسلام یک درآمدگاه است که انسان با واسطه این داخل رحمت الهی میگردد، داخل زندگی و خوشبختی میگردد، در این خانه حیات خود را سپری میکند با زیبایی، با خوشنودی، با خوشحالی. و ایمان باشد ایمان این زیبایی خانه را جلوه میدهد، تحکرسی خانه است، استواری خانه است که این باوری قلبی است، اعتقادی قلب است. همین است که اسلام با ایمان قوت میگیرد، قوی میشود، مستحکم میشود، شکست ناپذیر میشود. و علاوه بر این احسان در اینجا داخل میشود، مرتبه سوم احسان داخل میشود. اما احسان باشد، این مشغولیت احسان بر آرایش خانه است، بر زیبایی و زینت خانه است. پس مرتبه اول اسلام بوده است، درآمدگاه. مرتبه دوم ایمان بوده است، تحکرسی خانه، قوی گرداندن خانه، مستحکم ساختن خانه. و سوم احسان که داخل میگرده در اینجا آرایش خانه را زیباتر میکند و زیاد خانه را جلوه‌تر میکند. یعنی عبادت را چنان انجام بدهی که همچنین که تو الله سبحانه و تعالی را میبینی، اگر تو را نبینی پس او تو را میبیند. پس از این نقطه ذکر شده بیان میگرده که هر مرحله با دیگری پیوند است، هر مرحله از این اسلام، ایمان، احسان بنیادگری همدیگر هستند. اسلام بدون ایمان پایدار نیست، و ایمان بدون اسلام هم پایدار نیست، و ایمان بدون احسان هم نوری ندارد، زیبایی ندارد. پس ایمان در زبان عرب به معنای تصدیق است، باور کردن می آید. و مراد از ایمان که به معنای تصدیق باوری می آید، تصدیق قطعی است، استواری جدی هست. پس این کلمه ایمان یا که واژه ایمان از ریشه کلمه امن گرفته شده است. امن که معنای آسایشتگی و امنیت را در بر میگیرد، پس ایمان در برگیرنده امور باطنی درونی است، داخلی است، و این تعلق دارد که شخص برای این عمل امین قرار میگیرد، باور کردن میشود. و این ایمان پنهان و ناعیان است، در قلب انسان جای دارد. چون که الله میفرماید و ما انت بمؤمن لنا، یعنی که تو با ما باور نمیکنی، یا که باور نداری، یا که ایمان نداری. و این ایمانی که ما در این موضوع در این روز صحبت نماییم بر چندین شاخه های گوناگون تقسیم می شود، شاخه های زیادی دارد که چگونه که در حدیث آمده است بدع و 70 شعبه، گفت 70 چند شاخه دارد. اعلاها بالاترین مقام این ایمان این کلمه لا اله الا الله است، و پایین ترین این باشه اماطه الاذى عن الطريق، گفتن دور کردن آزار و اذیت از طریق. و الحیاء شعبه من الايمان، حیا هم چی است که درونی است، این هم از شاخه‌های ایمان است که ظاهر می شود. پس این ایمانی که ما امروز در این موضوع صحبت داریم یک مثل درخت است که ریشه آن در قلب انسان جایگیر شده است، ریشه مستحکمی در قلب انسان جایگیر شده است و پایه‌های مستحکمی هم دارد که این زبان خود گفتن است. و این ایمانی که ریشه اش در قلب انسان جایگیر شده است و دارای شاخه‌های زیبایی است که از این شاخه‌ها ثمره‌های نیکویی پیدا می شود. همین ثمره‌ها عمل است، عمل کرد انسان در دین. پس همین طرح ما میفهمیم که بالاترین مقام دین، بالاترین مقام ایمان قول، اعتقاد و اعلان کردن با زبان است.
اول با قلب است، اعتقاد بر قلب یا که تصدیق بر قلب که این مستحکم ترین است، گفتن لا اله الا الله بالاترین آن و پایین ترین آن باشد چیز این عمل کردن است. عمل کردن چی گفت پیامبر؟ اینکه آزار و اذیت رو از زیر پای مردم دور بسازی. عمل است، این کار است، به نفع دیگران است. در اینجا مؤلف میگوید که و ایمان بدع و 70 شعبه، ایمان 70 چند شاخه دارد. بدعون این عباره بدع میگویند، کلمه بدع با کسره هست در پایان ده، شمارش میشود از 3 تا 10 را تا 9 را بدع در زبان عرب و 70 70 است، یعنی که 70 چند شاخه دارد. پس معنای بدعون و 70 شعبه 70 از 73 تا 79، یکی از 71 تا 79 و کلمه شعبه باشد گروه، تقسیم، شاخه که حدیث روایت بخاری می آید بدعون و 60 شعبه میگوید، 60 چند شاخه دارد. همچنین در روایت مسلم این ذکر شده است. پس بالاترین این شاخه ایمان لا اله الا الله بوده است و پایینترین آن دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم. عالی‌ترین مقام این ایمان چه بوده است؟ توحید بوده است. لا اله الا الله که در درس گذشته ما در این معنای توحید صحبت کردیم، در شاخه اول از اسلام بوده، زیرا توحید پایه دین است و دین بدون آن شدن نمیتواند. پس پایینترین آن دور کردن آزار و اذیت از زیر پای مردم و مراد برطرف کردن چیزهایی که به مردم رنج، آزار و اذیت میرساند در این حدیث. و چی این آزار سخنی باشد، چی آزار رفتاری باشد، چی آزار عملی، یعنی چی گناه و معصیت کردن باشد، چی بر دیگران آزار و اذیت یا که ضرر رساندن باشد، ظلم کردن باشد. اگر ما در اینجا دقت نماییم، گفتن لا اله الا الله گفت بالاترین مقام این را، مقام لا اله الا الله را، که این گفتن لا اله الا الله تنها با زبان برای انسان فایده نمیدهد مگر اینکه با اجرای شرط های آن، اخلاص اولا، خالصا از برای الله سبحانه و تعالی انجام بیاد عمل، دوم دانش و معرفت بر معنایش و یقین کردن و باور کردن با قلب با این معنا و تصدیق کردن این کلمه و باور کردن این کلمه، انقیاد عمل کردن به این کلمه. اما هر کس که با زبان این کلمه را بگوید و با قلبش آن را تصدیق نکند، در حقیقت اصلا و اسلام ندارد. یا هر کس که با زبان این را بگوید با قلبش تصدیق نکند، منافق است اصلا. پس در اینجا شرط گفتن با زبان، عمل با جواری هست، اعتقاد قلب و عمل جواری هست. و در اینجا چی گفت رسول الله؟ الحیاء شعبة من الایمان گفت. شرم و حیا را در اینجا با مثال آورد، نقطه سوم رو ذکر نمود. اساس ایمان در این 3 چیز پیامبر ذکر کرد: لا اله الا الله، سپس عمل و سپس چی گفت؟ شرم، همچنین حیا. و حیا باشد یک صفت باطنی است که انسان را بر کارهای نیک تشویق میکند و از کارهای بد باز می‌دارد. پس از همین کلمه برمیآید که کی با حیا است، کی بی حیا است از مردان زنان. هر کس با نفس خود با داناتر است، هر کس از نفس خود داناتر است. پس حیا چی بوده است؟ حیا اینکه انسان از کارهای ناشایسته، ناروا خود را باز می‌دارد و با کارهای نیک دست می‌گیرد. کلمه شعبه را در جا گفتم که چیز خصلت است. الحیا شعبة من الایمان، یعنی حیا یکی از خصلت‌های ایمان است، یکی از شاخه‌های ایمان است، جزء ایمان است، یعنی یکی از جزءهای ایمان این حیا بوده است. پس از این گفته ها برمیآید که بدون شک و تردید که ایمان هم عمل است، هم خودداری کردن است. عمل دو قسم است: عمل کردن با آنچه که الله امر کرده است، از نهی الله باز داشتن خود را، این هم عمل است. پس ایمان یک مجموع از اعتقادهای باطنی است و گفتار با زبان و عمل ظاهرا اجرا می شود. مثل یک درخت سرشاخه، درختی که ریشه مستحکم در زمین دارد و کنده غوث بر آسمان بلند شده است و شاخه های زیادی دارد و از شاخه ها باز شاخه ها تولید می شوند، از شاخه ها تولید می شوند. بعد با از این شاخه ها چیز برگ ها و میوه ها پیدا می شود. مثل درخت مثال بگیریم، خطا هم نمیکنیم. انا همین ایمان باشد یک درخت سرشاخه است که ریشه ایمان این عقیده است، توحید است. فهمو لا اله الا الله است. پایه کلمه کنده وی توحید است و میوه های وی چی است؟ عمل است، عمل صالح در زندگی است. پس ایمان در نزد عقیده اهل سنت و الجماعت اعتقاد بر قلب و تصدیق بر زبان است، گفتار بر زبان و مثل کلمه لا اله الا و عمل بر جوارح است. و اعتقاد بر قلب گفتن لا اله الا الله، ذکر یاد الله سبحانه و تعالی، با قلب ترس، امیدواری که در رکن اول گپ زدیم، توکل، خشیه و نظر، قربانی، همه اینو داخل میشوند. و تصدیق با قلب باور و اعتقاد باطنی است. سپس عمل داخل میشود که در عمل چی؟ تمام طاعت عبادت ها، از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از جهاد، نیکویی به پدر و مادر، نیکویی به همسایگان، به چراگان، هر کسی باشد، این است. پس مرتبه دوم از مراتب دین این چه بوده است؟ ایمان بوده است. و ایمان اعتقاد بر قلب، گفتار با زبان، عمل با جوارح است که 60 چند شاخه یا 70 چند شاخه دارد. بالاترین مقام ایمان این کلمه لا اله الا الله است. پایینترین مقام این دوری کردن آزار و اذیت از زیر مردم است. دوری کردن نه تنها سنگ رو گرفتن، بلکه سخنت رو نگاه می‌داری، زبانت رو نگاه می‌داری، دستت رو نگاه می‌داری. فهمو این. و حیا هم گفتم چی است؟ از ایمان است. پس معلومه که ایمان تنها کلمه زبانی نیست، بلکه عمل اعتقاد است.
طلب کرده میشود از انسان. ایمان عمل است، گفتار است، اعتقاد است. با طاعت زیاد میشود، با معصیت کم میشود. و در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی این مرتبه های ایمان را، دلیل آن را حدیث جبرائیل علیه السلام را میآورد. حدیث جبرائیل علیه السلام این است که حدیث جبرائیل بود در درس گذشته در قسمت اول ارکان اسلام را بیان کرده بودیم. ارکان ایمان 6 تا هستند. ایمان از 6 رکن عبارت است. 6 رکن اساسی. اگر کسی رکنی از رکن‌های این ایمان را باوری نکرد، باوری نداشت، پس انسان از دایره اسلام و ایمان خارج می‌شود. اینا حتمی هستند که محل آنها قلب است. اولا ایمان به الله سبحانه و تعالی. ایمان به الله از بزرگترین پایه و اصل اساسی ایمان است. ایمان به الله سبحانه و تعالی. و ایمان به الله سبحانه و تعالی 4 مرحله را در بر می‌گیرد. ایمان به الله، اولا ایمان با وجود الله سبحانه و تعالی، ایمان با دانستن او سبحانه و تعالی که او سبحانه و تعالی اداره کننده تمام عالم‌های هستی است، بر آنها گواه است و الله سبحانه و تعالی نشانه بزرگی خلقش است. با این مخلوقات بزرگ الله سبحانه و تعالی آفریده است، همه این گواه به این است که الله وجود دارد، پیدا است، که او شایسته عبادت است. ایمان با وجود داشتن الله سبحانه و تعالی، ایمان با ربوبیت او سبحانه و تعالی. الله رب است، خالق است، مالک است، رزق دهنده است، زنده گرداننده و میراننده است، مدبر تدبیر کننده تمام امور است. و ایمان با نام‌ها و صفات او سبحانه و تعالی، نام‌های بزرگ او و صفات‌های نیکوی او، صفات‌هایی که الله سبحانه و تعالی در کتابش برای خود اثبات کرده است یا که رسول الله صلی الله علیه و با احادیث صحیح بیان کردگی هستند، بدون تحریف کردن، تغییر دادن، بدون مثال زدن، بدون تشبیه کردن، بدون کیفیت آن را بیان کردن. این عقیده اهل سنت و جماعت است، برخلاف عقیده اهل بدعت از جهمی ها، از معتزله ها، از ماتوریدی ها، از اشعری ها. هر کسی که چیز از اینا تولید می شود. اما اهل سنت بر این گواه هستند، اعتقاد باوری بر نام ها و صفات الله سبحانه و تعالی. سپس ایمان به الوهیت او سبحانه و تعالی، اعتقاد باوری بر اله بودن او. الوهیت یعنی اله الله را سبحانه چنان بشناسی که تمام عبادات را شایسته او قرار بدهی. یگانه دانستن سبحانه و تعالی در عبادت که او معبودی بر حق است. هیچ کس سزاوار عبادت نیست، هیچ کس سزاوار رکوع و سجده نیست مگر او سبحانه و تعالی. هیچ کس سزاوار تعظیم نیست. پس ان همین لا اله الا الله تفسیر کل ان همین رکن های ششگانه است. اساسناکترین این رکن ها این لا اله الا الله تفسیر رکن اول بیانگر است. سپس رکن دوم از ارکان ایمان، ایمان به ملائکه ها است که فرشتگان الله سبحانه و تعالی. ایمان بر این 6 رکن اساسی، ایمان به ملائکه ها، به وجود داشتن آنها که عالم غیب هستند، دیده نمیشوند و الله سبحانه و تعالی اینها را از نور آفریده است. و الله در شأن ملائکه میفرماید که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. آنها فرشتگان به الله عصیان و نافرمانی نمیکنند و آنچه که امر کرده شده است آنها را اجرا میکنند. در اجرای فرمان الله سبحانه و تعالی هیچ تنقیصی ندارند، در حال اجرا میکنند. در سوره تحریم و در حدیثی که مسلم روایت می‌نماید در بیان شأن ملائکه ها، رسول الله فرمود خلقت الملائکه من نور، بعد درستی که ملائکه ها از نور آفریده شدند. و خلقت الجان من مارج من نار، و جن ها از آتش آفریده شدند. و خلقت الادم مما وصف لكم، و آفریده شد آدم از آن چیزی که برایش وصف کرده شد. الله وصف کرده آفرینش آدم را از مرحله ها، از طین، از لای، از خاک. پس ملائکه ها بندگان مقرب درگاه الله سبحانه و تعالی هستند. جبرائیل موکل به وحی، میکائیل مسئول باران و رزق، اسرافیل موکل به صور. و در بعض روایات هست اسرافیل یک از ملائکه‌ای که عرش الله را میبردارد، از 4 نفری که هستند. ملک الموت ما عزرائیل میگیم، این نقطه عزرائیل این در یگان کتاب ذکر شده نیست، بلکه نامش ملک الموت است. این کلمه عزرائیل از ذهن خود دور بسازید. ملک الموت که ملک الموت با گرفتن ارواح بندگان، تمام ارواح، تمام هستی که جان دارد، قبض روح آنها با فرمان الله در دست جبرائیل علیه السلام است که با خود چیز با لشکریان دارد. و ملائکه ها زیاد هستند که وظیفه های گوناگون را دارند. همین گونه نیست چگونه که در حدیثی که اومده است والبیت المعمور فی السماء السابع، گفتند بیت المعمور، خانه معمور در آسمان هفتم است، در بالای کعبه. یقابل الکعبه، در مقابل کعبه است در آسمان، که هر روز 70,000 ملائکه داخل این بیت المعمور میگردند. لا یعودون الیه ابدا. 70,000 ملائکه داخل این میگردن و هیچ گاه دیگه بس باز نمیگردن، هر روزه. پس لشکر الله سبحانه و تعالی را بین. روایت بخاری و مسلم است. پس ایمان به فرشتگان، ایمان به وجود آنها، به صفات آنها، به وظیفه های آنها، اینم از رکن های چی است؟ ششگانه ایمان است. ایمان به وجود الله گفتیم اول، با اقرار با ربوبیتش، با الوهیتش، با اسما و صفاتش. ایمان به فرشتگان، اعتقاد به وجود آنها که آنها از نور آفریده شده هستند، مسئولیت دارند، معصیت نمیکنند الله را، وظیفه خود را اجرا میکنند با تمام کمال. پس مسلمان حقیقی کسی است که به این ارکان با قلب و زبان، با عمل و تصدیق و ارکان تسلیم است، تسلیم می‌گردد. و سپس رکن‌های بعدی، ایمان به کتاب‌ها، ایمان به پیامبرها، ایمان به روز آخرت.
از این شاخه عبارت هستند که مؤلف در اینجا بیان می‌نماید. پس از بیان مسئله ایمان که رکن اولش ایمان به الله بود، سپس ایمان به ملائکه ها بود، از این ارکان ششگانه، سپس ایمان به کتاب های الهی می‌شود. ایمان به کتاب های الهی قرار می‌گیرد و ایمان به ملائکه ها فرشتگان تنها اعتقاد یک اعتقاد عمومی نیست، بلکه مفصل باید ما با این ملائکه ها ایمان داشته باشیم که چهار چیز در بر میگیرد. ایمان با وجود آنها، عالم غیب هستند و ملائکه ها عالم غیب هستند، موجود هستند، پیدا هستند، مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستند، زنده هستند، از نور آفریده شده هستند. ایمان با نام های آنها از ملائکه ها که هر کدامی که الله سبحانه و تعالی با پیامبر نام آنها را به ما رسانده است، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، مالک النار و کراما کاتبین و آنهایی که ما نام های آنها را اصلا نمیدانیم از ملائک، بر همه آن ایمان می‌آوریم. ایمان با صفات های آنها، صفات ملائکه ها. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن جبرائیل را دیدم که 600 بال داشت تا تمام افق را در بر گرفت. بالهای آن از نور بود. جبرائیل از زبرجد و از این گونه چیزها الله اون را آفریده بود. رنگ های گوناگون با رنگ های گوناگونه. و ایمان با وظیفه های این ملائک همچنین که جبرائیل وحی الهی را می‌آورد، میکائیل ملائک باران و رزق است، اسرافیل دمیدن سور است، ملک الموت گرفتن قبض جان ارواح مردمان است، کرامان کاتبین که اعمال بندگان را می‌نویسند و غیر از ملائکه که چیز وظیفه خود را دارند. پس ایمان به ملائکه، ایمان به وجود آنها، با نام‌هایشان، آن نام‌هایی که می‌دونیم نمی‌دونیم، با صفات‌هایشان، وظیفه‌هایشان. سپس ایمان به کتاب‌ها می‌شود، با کتاب‌های آسمانی. رکن سومی از ارکان ایمان، الایمان بالکتب میگه، یعنی ایمان به اعتقاد و کتاب‌هایی که الله سبحانه و تعالی آنها را با حق و هدایت بر پیامبران نازل کرد توسط جبرئیل علیه السلام. اولا اعتقاد به این که همه کتاب‌ها از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده هستند و شک و شبهه نیست که همه کتاب‌ها از جانب الله سبحانه و تعالی با وحی نازل شده هستند. ایمان به نام‌های آن کتاب‌هایی که نام‌های آنها را ما می‌دونیم، چی می‌دونیم چی نمی‌دونیم. از کتاب‌هایی که نازل شده هستند نام‌های آنها را می‌دونیم: قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحف موسی و داوود، زبور داوود علیه السلام، ابراهیم، صحف ابراهیم، صحیفه ابراهیم، که هر کتاب با نام مشخص بر پیامبران نازل شد. به همه اینها ما ایمان می‌آوریم، تصدیق باوری داریم و همچنین ایمان با آن خبرهایی که در این کتاب‌ها ذکر شده است. ایمان با آن خبرهایی که در این کتاب‌ها ذکر شده است. هر گونه خبری که این کتاب‌ها با سند صحیح بدون تغییرات اومده هستند ما قبول پذیرفته هستیم. فهمو؟ چون این کتاب‌های آسمانی بجز قرآن اینا دیگه تحریف شدن، تغییر داشتن در زمان‌های بعد وفات پیامبران. و همچنین ایمان آوردن به مضمون آنها، به مضمون این کتاب‌ها. به هر شخص مسلمان مکلف واجب است که به مضمون این کتاب‌ها عمل کند تا آن وقتی که کتاب دیگری و مثل قرآن آمد و این کتاب‌ها را چیز نسخ کرد، بیکار کرد. و اساس نسخ کردن این کتاب‌ها با چه سبب بود؟ چون در داخل اینا تغییرات پیدا شد. پس اما امروز باشد عملی اساسی برای این کتاب الله سبحانه و تعالی است. هر کسی برای این کتاب ایمان بیاورد و عمل کند از اهل سعادت قرار میگیرد. هر کسی سرکشی و بدبختی که نپذیرفت از اهل شقاوت قرار میگیرد. پس معلوم میشه که ایمان تنها سخن نیست، بلکه اعتقاد با قلب، گفتار با زبان، عمل با موافق کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است. ایمان بر الله، ملائکه ها، کتاب ها، حدیث جبرئیل بیان کردیم. این سه رکن ذکر شده است. سپس ایمان بر رسولان می شود. ایمان بر رسولان، ایمان آوردن با پیامبران گرامی قدر. این رکن چهارم از ارکان ایمان به شمار می رود. یعنی که اثبات نمودن، اقرار و اعتراف نمودن، یعنی که پیامبران تنها از جانب الله متعال وحی می شدند و وحی الهی را با تمام کمال، با تمام نیکویی بر بندگان رساندند در هر در و زمانشان. این رکن اعتقاد قطعی است که الله سبحانه و تعالی این را در کلامش در آیه‌های زیاد بیشتر بیان کرده است که پایین‌تر بیان خواهیم کرد ان شاء الله دلیل این مسائل را. و همه پیامبران بر این امر شدند که الله عبادت کرده شود و از طاغوت دوری بجویند و دعوت آنها یگانه بود. همه با این دعوت میکردند. پیامبران درجه های عالی را در بین مردم دارند، مرتبه های عالی. از بزرگترین مرتبه ها این در نزد پیامبران است. این بر پیامبران داده شد، حتی بر ملائک این مرتبه داده نشد. پس ایمان به رسول گفت، خاص قرار داد رسولان را. معلوم میگه که تمام رسولان همه از جانب الله سبحانه و تعالی هستند، فرستاده شدند، مبعوث و رحمت از برای عالمیان. پس مقصد اساسی ایمان بر رسولان تصدیق قطعی ما گفتیم، باور کردن به اینکه الله سبحانه و تعالی از برای هر یک امت رسول فرستانید که ما پیامبر میگوییم، در پیامبران رسولان هم داخل میشود. و رسول کسی است که بر او شریعت نازل کرده شده است و وظیفه دار کرده شده است که آن را به مردم برساند، برخلاف نبی که میان علمای اسلام اختلاف نظر است. اما مقصد در اینجا رسول جنسی پیامبران است، هم رسول هم نبی همهش داخل میشود. فهمو؟ بارک الله فیکم.
و هر پیامبری همیشه یک دعوت خاصی داشتند. عبادت الله سبحانه و تعالی با توحید، براءت از شرک و اهل شرک، این اساس دعوت آنها بود. این دعوت تمام پیامبران و از بزرگترین چیزی که بر مردم واسه آن دعوت میکردن این بود، توحید بود. یعنی عبد الله و اجتنبوا الطاغوت. پس فرق بین رسول و نبی چی است؟ فرق بین رسول و نبی چی است؟ رسول آن کس است که بر او شریعت وحی شده است، با شریعت نوی وحی شده است، با کتاب یا که شریعت نوی امر بر آن شده است، امر بر تبلیغ آن شده است که به مردم این شریعت رو برساند، شریعت نو را. توحید که اساس دعوت است، همه پیامبر واسه این دعوت می‌نمودند. نه که در داخل این شریعتان رسولان قانون‌هایی بود، قانون‌های گوناگون در هر شریعت. در زمان یوسف علیه السلام از باب بگیم که احترام و اکرام در پیش انسان سجده کردن. فهمو چون اینه که چیز پدر یوسف با برادرانش کردن در پیش یوسف سجده کردن. شریعت‌های گوناگون اسلام آمد و تمام شریعت‌ها را جمع آوری کرده، کامل‌ترین و قوی‌ترین قرار داد. فهمو هر خلل‌هایی که مردم آن داخل کرده بودند آنها را پاکسازی کرده. پس شریعت رو چیز بر ما با تمام کمال رسول الله صلی الله علیه و بر ما رسانید. پس گفتم فرق بین رسول و نبی. رسول آن کسی است که بر او شریعت وحی شده است و بر تبلیغ آن امر شده است، بر رساندن آن. و نبی باشد آن کسی است که بر او وحی می شود، همچنین بر رسول وحی می شود، بر نبی هم وحی می شود. اما رسول چیز شریعت نو دارد، نبی شریعت نو ندارد. نبی شریعت رسول پیشینه را چکار میکند؟ به مردم میرساند. فهمو تبلیغ میکند بر قومش. شریعت پیشینیان را که کهنه شده بودند، مردم در آن تغییرات عوضی کرده بودند یا که مردم این شریعت را فراموش کرده بودند، آنها را تازه کرده چیز به مردم میرسانند. نبی ها. فهمو شد فرق بین رسول و نبی؟ پس رسولی مراد گفتن جنس رسولان است که در این نبی ها هم داخل می شود، نبی هم داخل می شود، تمام پیامبران. پس تمام رسولان نبی هستند، نه همه نبی ها رسول هستند. فهمو این؟ پس واجب است که ما بر همه این رسولان ایمان بیاوریم، تصدیق باوری داشته باشیم، چون این رکن چهارم است، ایمان بر این رسولان که همه آنها یک رساله داشتند، توحید و نفی شرک، توحید و نفی شرک. پس هر رسول نبی است، نه هر نبی رسول شده میتواند. و الله سبحانه و تعالی در قرآن 25 رسول را ذکر نمود، 25 رسول را و نبی را ذکر نمود. عدد رسول را و نبی را الله داناتر از چند قدر است. بعضی روایت ها است که از علما که 125,000 هستند، شاید از این بیشتر باشند، چون آن روایتی که قرآن بر ما بیان کرده است. حتی در قوم های پیشین اگر ما یهود رو مثال بزنیم، حتی حالت میشه که الله دو پیامبر رو در یک مورد میفرستد، هر دو آنها به قتل رسانده میشدند، همین یهودی خبیث. پس عدد آنها رو در اصل الله سبحانه و تعالی میداند، چون این چیزها بر وحی الهی ثابت میشوند. فهمو؟ چون حاضر مردمی هستن که هر چیزی رو اثبات مینمایند بدون دلیل، میگن خیر فلان شخص فلان عالم گفت. نه، چیزایی که امور غیب است اینو بر کتاب الله، سنت پیامبر ثابت میشوند و غیر این هیچ کسی حق گفتن ندارد و سخن هر کسی میتواند چیز پذیرفته نشود، چیزایی که امور غیبی هستند. پس ایمان بر همه پیامبران این حتمی است. کسی که یکی از این پیامبران و رسولان اگر که اعتراف نکند و کافر و مشرک میگردد. بر همه اینها کسی که به محمد صلی الله علیه و آله را اعتراف کرد باید عیسی، موسی، داوود همه اینا را اعتراف نماید. و کسی که عیسی را اعتراف باور کرد باید محمد را نیز اعتراف نماید و پیامبران پیشین را قبول نماید، بپذیرد. پس رسولان و پیامبران 25 تا ما گفتیم ذکر شده هستند، از همین 5 تاش اولوالعزم هستند، مرتبه های بالایی دارند که بین این 5 بزرگوارترین آنها رسول الله صلی الله علیه و آله است. پس ابراهیم است علیه السلام، یوسف است، موسی است، بین عیسی و نوح علیه السلام. پس ایمان بر رسولان این یک از رکن های ایمان است که همه آنها ما گفتیم چیز پیام واحد داشتن، یک پیام داشتن، همه آنها یک پیام داشتن. بارک الله فیکم. سپس مؤلف رحمه الله تعالی پس از ذکر این ارکان چهارگانه، ایمان به الله، به فرشتگان، به کتابها و رسولان و رکن پنجم را ذکر یادآوری می‌نماید، ایمان به روز آخرت. و ششم ایمان به تقدیر نیک و بد آن. ایمان به روز آخرت، یوم الاخره میگن، روز آخرت. زیرا پس از این روز دیگر روز دیگری نیست از این روزهای دنیا. این روزهای دنیا دیگر به اتمام می‌یابد. این حیاتی هستی که از دیگر از این عالم برباد می‌خورد. این عالم کلاً از بین می‌رود. برای روز آخرت نامیدن، چون پس از این دیگر روزی نیست از این دنیا. آخران روز این دنیا هست. روز آخرت این اعتقاد و زندگی بعد از مرگ. آخران روزی که در این حیات داشتی رفتی، خلاص. حیاتی نو جدید، حیاتی جدید شروع می شود. چی حیاتی برزخ باشد، مرحله بعد از مرگ حیاتی برزخ می شود. از زمان مرگ شروع می شود تا دمیدن روز قیامت، که در روز قیامت یا اینکه عذاب است یا اینکه جهنم است، یا که جهنم است یا که جنت است. و حیاتی برزخ نیز در آن جایی که عذاب است یا اینکه نعمت است. و واسه با آن عملی که در این دنیا فرصت داشتی تو انجام بدهی.
سپس صحنه محشر می شود. بعد از این مرگ که سالهایی که در این داخل قبر انسان قرار می گیرد، بعد از آخران این روز قیامت شروع می شود. صحنه محشر، جمع شدن تمام مردم در روز قیامت در آن صحنه در نزد الله سبحانه و تعالی. آن روز است که همه از برای حساب و کتاب در آن روز در نزد الله سبحانه و تعالی جمع آوری کرده می شوند. بر تمام آن عملهایی که تو در این دنیا از بدیها و نیکیها انجام داده بودی و در آن روز است که ترازوی اعمال گذاشته می شود و تمام آن عملهایی که تو انجام داده بودی از نیکیها و بدیها در آن روز پیش نظر تو گذاشته می شود. و انسان اگر که اعمال نیک داشت بعد از سراس آن داده می شود. اگر انسانی که بدکار و بدبخت کافر و فاسق منافق بود، اعمالش از پشت سرش از چپ داده می شود. پس با ایمان بر روز آخرت داخل می شود. ایمان به نشانه های قیامت، نشانه های خرد و بزرگ آن اینم داخل می‌گردد. و مثل ظهور دجال، برآمدن دجال، نزول عیسی علیه السلام، برآمدن یعجوج و معجوج، طلوع آفتاب از مغرب و دابة الارض، حیوانی که با مردم نصیحت می‌نماید و غیر از اینها، که ایمان به این روز آخرت یکی اساسناکترین مرحله های است که الله در کلامش این رو بیان کرده است، که دلیل این رو بعداً ذکر می‌نماییم. و سپس رکن ششم باشد ایمان به تقدیر نیک و بد آن. تو ایمان بیاوری به تقدیر نیک، خیر و شر و بد آن. در اینجا ایمان بیاوری گفته است، یک تاکید کرده است اهمیت و بزرگ داشت این رکن ششم. همچنین حتما ایمان بیاوری بر این اساس. و رکن این از اساسی ترین چیزهایی است که بی رکن نمیتواند ایمان انسان برقرار بگردد. چون که رکنهای نماز، رکنهای ایمان، رکنهای اسلام، رکنهای شهادت لا اله الا الله، هر در اسلام هر سه که رکن دارد، به اون رکن اون عمل حبته است. او رکن اساسی عملی قبول عمل توست. پس یکی از این رکن‌های ایمان چی بوده است؟ ایمان بر روز آخرت و به تقدیر و نیک بد آن. یعنی اعتقاد و تصدیق با قلب که همه چیزی که روی می‌دهد با تقدیر الله است، موافق علم او و حکمت او سبحانه و تعالی است. هر چیزی تو حاضر آمدی در اینجا نشستی و گوش داری این موعظه رو و این درس رو تو گوش کرده ایستادی، بدون که این تقدیر الله سبحانه و تعالی، سبقت کردن تقدیر الله سبحانه و تعالی با تو از ای بنده خوشحال که الله دوست می‌دارد آن بنده رو ببیند در آن جایی که دوست می‌دارد ببیند. حوزه های علمی یکی از نیکوترین مقام هاست که امروز تو بر این مشرف شدی، گوش میدهی، علم آموزی، این دلالت بر خیر بودن تو مینماید. در این مقام این تقدیر خیری توست در اینجا. پس مرتبه های قدر، یکی قدر چهار پایه‌ای که با آنها ایمان کامل می شود. اول مرتبه علم است، یعنی باور داشتن بر این که الله سبحانه و تعالی همه چیز رو پیشکی میداند، میدانست. الله سبحانه و تعالی با علمش انیق و دقیق و ابدی هیچ چیز از گذشته و آینده رو فراموش نکرده است و نمیکند. او همه چیز رو میداند از ازل تا به ابد، هر چیزی که هست. دوم مرتبه مشیت میگویند، اراده. همه چیز با اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی به انجام مییابد. هیچ چیز از اراده او سبحانه و تعالی خالی نیست. همه چیز طبق اراده و فرمان او سبحانه و تعالی عملی میگردد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله. شما هیچ چیزی نمیخواد مگر اینکه الله بخواهد. الله خواست که تو در این مجلس مبارک تو امروز حضور نمایی، در اینجا حضور کرده ایستادی و مثل تو وری ده ها، صدها، هزارها نفر دیگر چیز از این محروم موندن، از رحمت الهی خود دور کردن. سپس مرتبه کتابت می شود، نوشتن. الله همه چیز رو در لوح المحفوظ نوشته است و در این شک و تردید نیست. پیش از آفرینش آسمان ها و زمین، پیش از همه این 50,000 سال پیش تقدیر رو نوشته است. لا مبدل لکلمات الله. دیگر کلمه های الله چیز تبدیل داده نمیشوند، تغییر نمییابند. پس مرحله خلقت میشود، آفرینش. همه چیز رو الله آفریده است. این اصل ایمان است. اعمال خود بنده، صفات های بنده و قدر و تقدیرهایی که بر بالای بنده از خوب و بدی ها می آید. پس ایمان بر روز آخرت، اعتقاد بر همه چیزی که پس از مرگ می شود، برزخ، حیات قبری، محشر، مردم جمع‌آوری می شوند، حساب کتاب، حساب انسان ها، نشان دادن کتاب ها، ترازوی اعمال، پول صراط، پس یا اینکه جنت یا اینکه دوزخ، همه این داخل می شود. پس ایمان به قدر، اعتقاد بر این که الله هر چیز رو می داند، هر چیز به اراده اوست، هر چیز رو او سبحانه و تعالی کتابت کرده است در لوح المحفوظ. همه چیز رو او سبحانه و تعالی از مخلوقاتش آفریده است. با جمع شدن این 4 مرتبه ایمان به قدر کامل میگردد و با جمع شدن این 6 رکنی که در بالا بیان کردیم، ایمان به الله، فرشتگان، کتابها، رسولان، روز آخرت، تقدیر نیک و بد آن،
کامل میگردد. معنای ایمان، مرتبه های آن به طور کامل ایمان انسان برپا میگردد. اکنون در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی همین مرتبه های ایمان را کمی تفصیل تر، روشن‌تر برای ما بیان می‌نماید. کمی روشن‌تر این مرحله ها را برای ما و شما ذکر می‌نماید. مرحله اول که گفتیم علم است، مرحله اول این علم است. ایمان به این که الله سبحانه و تعالی هر چی گذشته است می‌داند، هر چی که حال و آینده است می‌داند و هر چی که خواهد آمد. او می‌داند موجودات، مخلوقات، معدومات، چیزهایی که اصلا وجود ندارند، پیدا می‌شوند، کی پیدا می‌شوند. هیچ چیز در نزد الله ناممکن نیست. ممکن ها هیچ چیز در نزد الله مستحیل نیست، لیکن ناتوانی. و الله می‌فرماید هو الله الذی لا اله الا هو. او الله است که معبود بر حق جز او نیست. عالم الغیب و الشهاده. او داننده غیب و آشکار است. سوره حشر. پس این آیه کریمه عالم الغیب و الشهاده معنای علم الله سبحانه و تعالی، دانش کامل او هر چی که پنهان و آشکار است را می‌داند. سپس مرحله دوم ایمان به کتابت. الله سبحانه و تعالی هر چی را که در علمش از ابدیت، از ازلیت می‌داند، آنها را نوشته کرده است در لوح المحفوظ. بیانگر قطعی و حکمت ازلی او سبحانه و تعالی. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات والارض. آیا نمی‌دانید که الله سبحانه و تعالی آنچه که در آسمان‌ها و زمین است می‌داند؟ ان ذلک فی الکتاب ان ذلک علی الله یسیر. البته این در کتاب ثابت شده است، کتابت شده است و این برای الله آسان است، هیچ مشکلی ندارد. سوره حشر آیه 70. پس هر چیزی کتابت شده است، ثبت شده است. امورها، رزقها، سعادتمندی، شقاوتمندی و مرتبه سوم مشیت الله سبحانه و تعالی. ایمان آدم به مشیت او سبحانه و تعالی که هر چیزی با مشیت او جاری می شود، هر چیزی را قدرت او فرا گرفته است. هر چی که میخواد می شود و هر چی که نمیخواد هرگز نمیشه، ناشدنی است. چون الله میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و فرمان او سبحانه و تعالی در حقیقت چنین است که هرگاه چیزی را بخواهد تنها با او میگوید کن، باش، موجود شو، پیدا شو، در حال پیدا می شود. سوره یاسین آیه 82. مشیت یعنی اراده شرعی می شود. اراده شرعی آنچه که الله دوست می دارد، مثل ایمان آوردن بر او، اطاعت فرمانبرداری از او، عدالت، عبادت. ایمان شرعی، اراده شرعی آنچه که الله توسط پیامبر برای ما امر کرده است، اراده شرعی میگویند. اطاعت فرمانبرداری از او و اراده شرعی حتما از این اطاعت پیروی کرده می شود. اراده کونی می شود. اراده کونی در اراده شرعی انسان میتواند هر سوره انجام بدهد یا انجام ندهد. نماز، روزه، حج، زکات، دیگر اعمالی که هستند، در اینجا انسان هم اراده دارد در انجام این. فهمو نمیگوید که خیلی این تقدیر من بود است، خیلی همین کارو کردن. نماز نمیخونه میگه خیلی این تقدیر من بود است. نه، خیلی طعام نخور که بگو تقدیر من بود است. برای بد مرو خیلی بود تقدیر من بود است. ها، برای انسان دو راه را انتخاب کن، یک راه نیک، یک راه بد. کدومش انتخاب نماید؟ البته نه راه نیک رو انتخاب نماید. پس در اینجا عذر ندارد. پس اراده شرعی باید اطاعت کرده شود. اراده کونی می شود که در این انسان دیگر علاج ندارد. هر چه کتابت شده است اون با قدر الله سبحانه و تعالی می شود. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. و شما چیزی رو نمیخواهید مگر اینکه الله سبحانه و تعالی بخواهد آن می شود. اول الله سبحانه و تعالی میخواهد، سپس آن را انسان اجرا می نماید. هر چیزی که الله نخواهد انسان از اجرای آن دیگر دستش شکسته می شود، کار کردن نمیتواند. شاید در حیات هر یک ما این کار رخ داده باشد، همین گناه نیست. اما در اراده شرعی انسان میتواند که اختیار داره انجام بدهد. مرحله چهارم این خلق است، آفرینش. الله سبحانه و تعالی آفریدگار همه چیز است. اشیاءها، عملها، حادثه ها، صفات ها، گفتار تو، بینایش تو از خلق الله سبحانه و تعالی است. الله خالق کل شیء. الله خالق همه چیز است. و قدر باشد دو نوع است. ایمان به تقدیر خیر و شر. خیر و شر. تقدیر خیر، نظام زیبایی آفرینش، خیر، رحمت، راحت، ایمان. و شر مانند بلا، گناه، عذاب، کفر، شرک، ضلالت. اما شر بر الله سبحانه و تعالی نسبت داده نمی شود. چرا؟ سوال می شود. پس این راه الله آفریده است، چرا بر الله این نسبت داده نمی شود؟ چون خود فعل الله سبحانه و تعالی کاملا خیر است. فعل خود الله خیر است. بر بندگان خیر می خواهد
ولی که این شر رو الله آفریده است از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است. فهمو؟ و این شری که الله سبحانه و تعالی آفریده است این از دست مخلوقات سر میزند. فهمو؟ از دست مخلوقات سر میزند. برای همین در حدیث پیامبر فرمود لیس الشر الیک، شر به سوی تو نسبت داده نمیشود گفت در دعای قنوت. پس خلاصه ایمان به قدر یک رکن اساسی ایمان است. ایمان به اون درست نمیشود، به اون درست نمیشود. و مرتبه قدر گفتن 4 تا است: علم، الله همه چیزو میدوند، کتابت، همه چیز در لوح المحفوظ کتابت شده است، مشیت، هر چیز با اراده الله سبحانه و تعالی قائم گشته است، و خلق، همه چیز را الله سبحانه آفریده است. پس ایمان به قدر، بر خیر آن و بر شر آن، تسلیم تام شدن، راضی شدن از حکمت الله سبحانه و تعالی. پس هر کی به این 4 مرحله ذکر نموده اعتقاد و باور کند، پس ایمان دارد، اسلام دارد. سپس در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی دلیل های این گفته های بالا را برای ما و شما ذکر و یادآوری می نماید از ایمان، رکن های ایمان. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 177 الله می فرماید که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائکه والکتب والنبیین. دلیل همه این گفته ها انمی قول الله سبحانه و تعالی است که الله می فرماید نیکویی این است که روی خود رو طرف مشرق، طرف شرق یا که غرب بگردانی، بلکه نیکوترین نیکوکاری این است که یا که نیکوکار آن کس است که به الله ایمان می آورد، به روز آخرت، به فرشتگان، به کتابها و پیامبران ایمان می آورد. لیس البر نیکوکاری، بر نیکوکاری می شود. لیس البر یعنی نیکوکاری تنها روی آوردن، روی گرداندن به سوی شرق و غرب نیست، جهت قبله هستن شرق و غرب، بلکه زیرا دین تنها به ظاهر محدود نمی شود. همین خیلی است. ارکان اسلام تنها اینه، بلکه ارکان ایمان داخل می شود. برعکس می فرماید الله سبحانه البر نیکویی کلمه است فراگیر برای تمام کارهای خیر. بر نیکویی میگیم ما فراگیر تمام کارهای خیر را در بر میگیرد که این ایمان است. ایمان به الله، ایمان بر پیامبران، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب‌ها، ایمان به تقدیر نیک و بد آن، ایمان به روز آخرت. الله می‌فرماید که ان کل شیء خلقناه بقدر، ایمان به تقدیر. در آیه بالا سوره بقره آیه 177 ایمان بر الله را ذکر نمود، ایمان بر روز آخرت ذکر نمود، ایمان به ملائکه، کتاب‌ها و پیامبران. اما تقدیر در دیگر آیه ذکر شده است، سوره قمر. الله چی فرمود در اینجا؟ ان کل شیء خلقناه بقدر، هر چیزی را ما با اندازه و تقدیر معین آفریدیم. هر چیزی. این نه تأکید می نماید، این از بزرگی شخصیت الله سبحانه و تعالی است. با درستی که ما از باب تعظیم است، بزرگ داشت. خلق نه گفت با جمع آورده اینجا، همچنین بزرگ داشت است، در حالی خود الله همه چیز آفریده است. کل شیء جمله عمومی است، هر چیزی رو، هر هستی رو که میبینید از آسمان ها و زمین. الله خالق است، غیر الله هر چه مخلوق است. قرآن کتاب الله است، مخلوق نیست. خلقناه بقدر، همه چیز رو آفریده شد، آفریدیم با تعیین و تقدیر پیشکی آفریده شدن. اول علم الله سبحانه و تعالی، سپس نوشتن در لوح المحفوظ، سپس مشیت الله، سپس آفرینش. و در حدیثی که روایت مسلم است كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله سبحانه و تعالی تقدیر تمام خلائق را اجازه که آسمان و زمین را بیافرید همچنین 50,000 سال پیش نوشته کرد. 50,000 سال پیش نوشته کرد. پس این حدیث یکی از دلایل اساسی ایمان به قدر است و علمای اهل سنت این حدیث رو شرح‌های خیلی عظیم داده هستند، حتی کتاب نوشته کرده هستند. این حدیث تاکید میکنه که همه چیز پیشکی تقدیر شده است 50,000 سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین. پس در آخر میفهمیم که ارکان اسلامی ششگانه ایمان به الله، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران، روز آخرت و با تقدیر نوک بعدی آن همین گونه است. دلیل آن سوره بقره آیه 177، سوره قمر آیه 49 و حدیثی که در روایت مسلم اشاره شده است تاکید می‌نماید. پس همین طور تمام ارکان ایمان با نصوص کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. پایه اصل و اساس عقیده مسلمان را تشکیل می‌دهد. بدون اسلام ایمان، اسلام وجود ندارد، مسلمانی وجود ندارد. پس مسلمان حقیقی آن کس است که با دل ایمان آورد، با زبان اقرار کند و با عمل تصدیق نماید به همه این 6 رکن. پس این ارکان ایمان اساسی اصل عقیده اسلامی میباشد که بنا شده است با کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. که ارکان ایمان به الله، اعتقاد به یگانگی و صفات و ربوبیت و الوهیت او، ایمان به فرشتگان، باور داشتن که آنها بندگان مکرمی و اطاعتکار الله هستند، ایمان به کتاب‌های آسمانی، اعتقاد به کتاب‌هایی که الله سبحانه و تعالی به پیامبران نازل کرده است، ایمان به پیامبران، باور به همه آن پیامبرانی که الله سبحانه و تعالی توسط جبرائیل علیه السلام وحی بر آنها فرستانید، رحمتگر از برای مردم و آورین آنها
نوح علیه السلام بود، آدم علیه السلام بود و اولین رسولان نوح علیه السلام بود و آخرین رسولان محمد صلی الله علیه و سلم بود. ایمان به روز قیامت یقین داشته باشد که زنده شدن بعد مرگ، حساب و جزا و کتاب و جنت و دوزخ، همه اینها ایمان با تقدیر، قدر و قضا و قدر الله سبحانه، باور با اینکه هر چیز به دانش پیشکی الله سبحانه و تعالی نوشته شده است، با اراده او رخ میدهد و هر چی باشد از خیر و شر با قدر الله سبحانه و تعالی اجرا می شود. پس مسلمان حقیقی کسی است که با دل به همه این ارکان ایمان دارد، باور دارد، با زبان اقرار میکند، با عمل آن را تصدیق می نماید. از همین سبب است که علما میفرمایند که ایمان تنها یک احساس یا یک ادعا نیست، بلکه اعتقاد است که در قلب انسان جایگیر است، اقرار است که با زبان انسان گفته می شود و عمل است که در عمل نشان داده می شود. این است ایمان، اساس تشکیل ایمان. بارک الله فیکم. در همین جا درس امروز را ما به اتمام میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. پروردگار، ما هیچ علمی نداریم مگر آنچه که برای ما آموخته. پروردگار، بر ما علم سودمند را نصیب بگردان و توفیق بده به آنچه که گفتیم عمل نماییم. پروردگار، ما را شایسته رحمت خود قرار بده و ما را از جمله بندگان قرار بده که با این ارکان ایمان واقعی تسلیم بشویم، ایمان بیاوریم، باوری کنیم و پروردگار علم ما را بیفزای. پروردگار علم ما را بیفزار، علم سودمند برای ما عطا فرما. پروردگار خواهران برادران ما را به راه راست هدایت نما. پروردگار گذشتگان ما را شایسته رحمت قرار بده. پروردگار آن کسانی که با ایمان از این دنیا گذشتند، با اسلام، با توحید، پروردگار قبرهای آنها را پرنور بگردان. پروردگار برادران ما که زیر ظلم و ستم در هر دیاری که قرار دارند، خاصتا فلسطین، پروردگار آنها را بر آنها رحم کن، بر آنها آسانی بیار و این دشمنان سرسخت که امروز در این جامعه فسادی میکنند در هر دیاری که قرار دارند، پروردگار با فضل و کرم خود اینها را نابود بساز. پروردگار امتی را برقرار بساز که در این دنیا خیرخواه مردم باشند و مردم با سوی این کلمه لا اله الا الله دعوتگر باشند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.